سلام بچه ها، وقتتون بخیر. امروز اومدیم راجع به آموزش ویکلی مپ توضیح بدیم یا همون مپ هفتگی. در واقع میزان جابجایی مارکت تو هفته گذشته رو فقط صرفا جهت تعیین خطوط مقاومت و حمایت برای هفته آینده که انتظار داریم در واقع تو این خطوط که مشخص شده واکنش نشون بده. خب برای این کار چیکار باید بکنیم؟ سقف و کف هفته گذشته، این نقطه سقف هفته گذشته رو عرض GBP/USD و این هم نقطه کفشه. این فاصله رو در واقع تقسیم بر 4 میکنیم، یعنی نصفش رو دوباره از این نصف تقسیم بر نصف میکنیم، کلا کوارترها مشخص میشه. حالا تو هفته آینده میخوام ببینیم که آیا اینا تاثیرگذار هستن یا نه. این هفته جدیده، یعنی آخرین هفته سال 2023 26 دسامبر که قرار اینو بررسی کنیم که چه نقطه ورودی در واقع به ما میده.